بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این پیام ما را، سخنان ما را به دیگران رسانید تا دیگران هم بهره برند و شما از پاداش بزرگ بهره مند شوید. موضوع امروزینه درباره دوزخیان، اهل دوزخ، که دوزخیان چی امیدواری دارند، چه امنیت و امیدواری و چی درخواست و مطلب دارند در دوزخ از پروردگار، که آنها در دوزخ هستند و از پروردگار میپرسند، درخواست میکنند، طلب میکنند. چه چیز را طلب میکنند برای شما بیان میکنیم. بعدی که عذابی دراز مدت اهل دوزخ میبیند، یک دوزخیان که مدت اون به الله معلوم است، به ما معلوم نیست، دوزخیان درخواست میکنند، دوزخیان طلب میکنند، درخواست میکنند. چهار چیز را، چهار طلب، چهار درخواست دارند، چهار امید دارند که طلب کنند که الله به آنها درخواست آنها را عطا فرماید، ولی هیهات که الله به درخواست آنها اجابت کند. یکم درخواستی که آنها میکنند، امیدواری که دارند، که طلب میکنند از پروردگار بزرگوار، این چی است؟ خیلی که الله از زبان آنها حکایت میکند در سوره مؤمنون 108 آیت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. میگویند ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. میگویند که پروردگارا ما را از دوزخ بیرون آور، ما را از دوزخ، از آتش بیرون کن. اگر باری دیگر به کفر و گناه بازگشتیم، یقینا ستمگاریم و سزاوار عذاب استیم. پس درخواست آنها چیست؟ درخواست دوزخیان چیست؟ طلب دوزخیان چیست؟ که از آتش الله آنها را بیرون سازد. پس الله عز و جل در جواب برای آنها، در پاسخ برای آنها می فرماید: قال اخسئوا فیها ولا تکلمون. الله می فرماید در آتش دور و گم شوید. در آتش چی شوید؟ دور و گم شوید و با من سخن مگویید. این جواب الله است برای آنها، برای دوزخیان. پس عبرت گیرنده باید عبرت گیرد، پند گیرنده باید پند گیرد. پس بعد از پاسخی پروردگار بزرگوار، دوزخیان از رحمت الله ناامید می شوند. پس یقینا دانستند که آنها از دوزخ بیرون نمی شوند و آنها را الله از دوزخ بیرون نمی کند. پس درخواست دیگری دارند و درخواست دومین خود را طلب می کنند. درخواست دومین خود را از الله، از پروردگار بزرگوار طلب می کنند. ولی درخواست دومین آنها از کی است؟ از مالک. از مالک، ای فرشته‌ای که نامش مالک است، خازن آتش است. پس امید خود را از رحمت الله کندند و پس مراجعت به کی کردن؟ به مالک، خازن دوزخ. چی گفتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون. آنان فریاد میزنند، ای دوزخیان فریاد میزنند: ای مالک، ای خازن آتش، نام فرشته، پروردگارت ما را بمیراند. ای از الله، یعنی که مراجعت به مالک بینن، فرشته دوزخ، که از الله طلب کن که ما را بمیراند، بکشد، نیست کند، نابود کند، تا پیش از این رنج نبریم و از این عذاب دردناک آسوده شویم. در جواب چی میشنود؟ و بدیشان میگویند، گفته میشود به آنها: شما اینجا میمانید، شما اینجا ماندنی هستید، ابدی هستید و مرگ و نیستی و نابودی شما را فرا نمیرسد و مرگ در دوزخ نیست. از مالک، خازن دوزخ میخواهند، درخواست میکنند که شفاعت کنند در نزد الله برای آنها، که آنها را الله بمیراند. چرا بمیراند؟ برای آنه که آنها از رنج و از عذاب آسوده شوند. وقتی که گفته میشود برای آنها که شما در دوزخ ماندنی هستید و ابدی هستید، آنها باز درخواست سیومین خود را میکنند. امید دارند که این درخواست آنها هم پاسخ داده شود. به خازنان آتش فرشتگان درخواست میکنند، طلب میکنند. پس آنها بعد این دومین درخواست خود سیومین درخواست میکنند. میگویند: وقال الذين في النار لخزنة جهنم
قلن ادعوا ربكم يخفف عنا یوما من العذاب. آنها از نگهبانان دوزخ خواهش میکنند. دوزخیان به نگهبانان دوزخ میگویند شما از پروردگارتان درخواست کنید، طلب کنید که یک روز فقط یک روز عذاب را از ما بردارد. بینید که درخواست آنها، طلب آنها از پروردگار که یک روز عذاب آنها را الله عز و جل از آنها بردارد. یک روز شکنجه و عذاب آنها را الله از آنها بردارد. تمنای یک روز که از عذاب در آسوده باشند. ببینید که خواهش دارند که یک روز از عذاب دوزخ چی باشند؟ در آسوده باشند. پس پاسخی از نگهبانان دوزخ برای آنها می آید. قالوا الم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نگهبانان دوزخ به آنان میگویند، در پاسخ میگویند آیا پیغمبران شما آیت‌های روشن و دلیل‌های آشکار را برای شما نمی آوردند؟ از آنها میپرسند. آنها میگویند، دوزخیان میگویند که بلی برای ما بیم دهنده آمده بود، آیت‌های الله آشکار الله و روشنی الله برای ما آمده بود. پس فرشتگان میگویند پس خودتان درخواست کنید، خودتان از الله درخواست کنید. ولی درخواست کافران به جای نمی رسد، طلب کافران دوزخیان به جای نمی رسد و بیفایده است و جز. پس کافران وقتی که دعا میکنند الله، ولی دعای کافران در گمراهی است و به اجابت نمی رسد. الله دعای آنها را قبول نمی کند، خیلی که آنها امر الله قبول نکردند، همین طور به آنها روز قیامت پاسخ داده می شود. پس وقتی که آنها طلب آنها، درخواست آنها رد کرده می شود، یگان امیدی دیگر ندارند نه از فرشتگانی نگهبانان دوزخ، پس به کی روی میگردانند؟ و به جنتیان روی میگردانند و از چهارم درخواست خود را از جنتیان میخواهند که بپرسند. پس دوزخیان ندا میکنند و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. و دوزخیان ندا میکنند، دوزخیان صدا میزنند بهشتیان را، ای مراجعت به بهشتیان میکنند کی مقدار آب، یک مقدار آب یا از آنچه الله به شما روزی داده است، از آنچه الله به شما داده است، از آن نعمت‌هایی که به شما داده است، یا که یک قطره آبی، مقدار از آبی به ما بدهید، به ما ببخشید. در جواب بهشتیان برای آنها میگویند الله اینها را، ای این آب را و نعمتها را، آنچه که شما میپرسید، بر کافران، بر دوزخیان حرام کرده است. سببی ندادنی آب یا که آنچه که الله برای آنها روزی داده است در چیست؟ الله با آنها میگوید الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. آنان ای دوزخیان که دینشان را سرگرمی و بازی گرفتند، دین را بازیچه شماریدند، دین را مسخره کردند، مسخره پنداشتند و زندگی دنیا آنان را فریفت، زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت. پس ما امروز از یاد میبریم آنها را، ما امروز آنان را فراموش میکنیم، ای دوزخیان را، همان گونه که آنان دیداری امروزشان را از یاد بردند، همان گونه که آنان دیداری امروزشان را از یاد بردند، همواره آیات ما را انکار میکردند، دین را فراموش کردند. ما با آنها آیت‌های روشنی فرستادیم، آنها دنیا را اختیار کردند، دین را فراموش کردند. این جزای آنهاست، جزای آنانی است که دین را بازیچه میشمارند، دین را مسخره و
پسخند میزنند، به اهل اسلام و مسلمانان مسخره میزنند، دین و آیت الله را، رسولان الله را، احکام الله را انکار میکنند و مسخره میکنند. این جزای آنهاست. برای همین برادران گرامی، این درس این برای ما باید پند شود، اندر شود. انسان باید اندیشه کند که چه جزای سختی است، چه جزای سختی است برای او روز قیامت در دوزخ. حالا هم وقت است که انسان به دین الله برگردد و توبه سازد که الله توبه هر کسی را که توبه کند به درگاهش قبول میکند. برای همین بینید که تمنای یک قطره آب میکنند ولی آب نیست، تمنای یک روز عذاب را از آنها بردارند میکنند ولی نیست. برای همین ما باید به سوی الله برگردیم، به دین الله چنگ زنیم، به قرآن و سنت چنگ زنیم که از دوزخ خود را نجات دهیم که دوزخ خیلی عذابی سختی و شکنجه‌ای زیادی دارد. از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.